به سلام و صد سلام خدمت عزیزان، امیدوارم که خوب باشین. امروز براتون خوب جلو رفته باشه. همینطور که میبینین دارم حرکت میکنم به سمت خونه سامو سوار کنم و با هم دیگه حرکت کنیم به سمت شهر فرانکفورت که قرار تورهای هنرمند عزیز کشورمون آرمان گرشاسبی شروع بشه. خود منم خیلی 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 ذوق دارم چون چند تا کار ازش گوش کردم و واقعا لذت بردم از صداش. به خاطر همین فکر می‌کنم امشب یه شب پرماجرا و باحال داشته باشیم. پس برو که بریم. خب خونه ما تا خونه سام خیلی فاصله زیادی نداره، یعنی تقریبا میشه گفت چند تا کوچه پایین‌تر از ما زندگی میکنن و یکی از خوشحال کننده ترین اتفاقایی که تو زندگیم برام اتفاق افتاده همین اتفاقه که نزدیکی سام زندگی میکنم. خیلی واقعا امکاناتش خیلی بالاه، همه جوره میتونی روش حساب بکنی. حالا اتفاقا می‌خواستم یه زنگ بهش بزنم بگم که آخرین همیشه یادآوری‌ها رو باید بکنیم که یه موقع وسیله چیزی فراموش نکنه. من وسایلمو از دیروز گذاشتم توی ماشین و آماده است. البته پشت فرمون واقعا کار درست نیست، ولی من فقط یه دونه زدم تو شارژ. همین الان میخوام یه دونه شماره بگیرم، همین اینجوری خودم رو چیز میکنم، قانع میکنم. هر دفعه موبایلمو باز میکنم 200 تا زنگ خورده. سلام جان. سلام، خوبی؟ زدم چه خبر؟ خوبی ستون؟ گره تو چه خبر؟ قربونت. من دارم میام دنبالت تا یه 10 دقیقه دیگه میرسم اونجا. آماده ای؟ یه بالای موهای منو درست کن. آمادم. نه دیگه بیا پایین، باید موهامونو با هم درست میکنیم. نخواه. حالا بیا پایین دیگه. داری مسواک هم میزنی در حال چی؟ صحبت کردن؟ ها خیلی هم زیبا. درون اینا رو برداشتی؟ پرفکت. باشه پس من رسیدم. اینجا آوردی؟ آره همه چی عقب ماشینه. وسایلا رو همه رو آوردم. دوربینم آوردم. تو هم همه چی آوردی نه؟ منم دوربین عکاسی، فقط باید یه فولکا قوده بریم. حله. باشه دیگه بیا پایین دیگه. آماده شو بیا پایین، من دارم میرسم. باش خداحافظ. خدا رو شکر مکالمه‌اش یه جوری خوب بودش. خب دم خونه سام تفنگ داریم، ولی فامیلیش خیلی بالا. من خودم دائم برای شعر میخونم. شعرهای مختلفی از اسم فامیلی سام وجود داره که میشه هزاران هزار هنر رو بروز داد. ماشاءالله. الان میادش پایین و میرم. اما یه شعری هم میخواستم در بسرش بخونم. میگه در اومد از همون گل بجیده توی گوچه دوباره عطر سنبول. نیومدی پایین چرا؟ دارم میام وسایلا رو بردارم. چی نمیخوای؟ نگاه کن خدایش برای 2 ساعت دم دریا باشم. اگه آره یه نه جواب قشنگی. حاجی مگه ایرانه؟ پشو بیا دیگه از بالا پنجره. اومد از همون گل حساب دوبهی بوده با پلیس شده. سلام علیکم. امروز یه روز باحال در پیش رو داریم، با آقا شهاب گل داریم میریم یه کنسرت دیگه بریم حالشو ببریم. برو بریم. گنده هم سختم اینجوری در میارم. شما من کاپشن هم بالا در میارم. تا کدوم بالا در میاری؟ از بغل در میاری؟ من تو زیپ دارد رو به درست در میارد. چری کاپشن از بالا خیلی راحت تره. خب برو بریم دوباره یه روز دیگه رو شروع کنیم. نه شروع شد دوباره. خیلی حال میده. کلا ما توی سفرها خیلی بهمون خوش میگذره چون هم یه تفریح برای خودمون،
هم که با خواننده‌های مختلف سر و کار داریم، آدم‌های جدید، حالا بعضی‌ها رو دیدیم بعضی‌ها رو ندیدیم که اکثرا رو دیدیم. آرمانو تو دیدی تا حالا از نزدیک؟ فکر کنم دبی بودی دیدیش. من یه بار دیدمشون، کنسرت استاد همایون شجریان بودش توی چیز دبی، اونجا دیدمشون. کمربندش هم آقاسام نبسته، می‌بینی صدا کمربندش. آره من بی‌قانونی. بذار اینو بذارم اینجا. این ادامه گرفتنشو بگیره. کمربند نمی‌بندم. خب ایشون هم داره میگه که همه چیزو بذارید سر جاشو، الهی به امیدتون. اومدیم اینجا. آشاب اینجا چیه؟ اینجا یکی از شرکتایی که تو کل میریم ازش وسایل فیلم برداری اجاره میکنیم. خیلی جای باحالی هم هست، همه چی داره، یعنی هر چی بگی از عکاسی، فیلم برداری، لنز و هر تجهیزات، نور و همه چی داره. من خیلی قبلا من اینجا دیگه کار میکردم، با یکی دیگه کار میکردم، سام اومد گفت بیایم اینجا، من اومدم اینجا، با اینجا خیلی حال کردم. و خیلی هم جای با صفای آدمای خیلی خوبی داره. آدمایی هستن که واقعا با کار کردن باشون به ما لذت میده، چون بسیار آدمای رو راست و با معرفتی هستن. اینجوری میشه بگی که تو آلمانیا واقعا یه اینجور آدم با معرفت کم پیدا میشه تو کار. اینه فولکا قوده. فقط حیف یه مشتری داره اون نده خیلی بهتره. آره یه مشتری داره اون راه. دقیقاً. همه میشناسنش، اینجا معروفه. میری اونجا سفارش میدی، سامان رفته اونجا داره قطعه که بخواد اون پشت سفارش میده. آلمانیش هم خوبه، خوب صحبت خوبی که اینجا داره اینه که موقعی که میره وسیله اجاره میکنی هیچ پول پیشی اصلا لازم نیست که بدی، نه کارت شناسایی، نه فقط اسمتو میدی، وسیله‌تو سفارش میدی و وسیله‌تو بهت میدن. هیچ چیز خاصی، نه پول پیش میخواد، نه پول پیش پرداخت، نه بعدشو میخواد. میای اسمتو میگی، وسیله‌تو میگیری، یه امضا میکنی که وسیله‌تو گرفتی و سلام. وقتی وسیله‌تو برگردوندی، چون 14 روز بعدش تازه برات یه کاغذ رسید خرید یا رسید چی بهش میگن، حالا درست فاکتور برات میفرستن و تو اون پولو پرداخت کنی. همین. من الان اومدم اسممو گفتم و میام اینجا بقیه کارامو پیش این دوستمون، اسمش فابیانه که دوست دارمونه. آلمانی فقط بلده ولی بی‌نظیره. آلمانیش میشه دیس پرفکت. Dankeschön. Ich habe schon jetzt gerade bestellt. Ja, und میگه سفارش دادم، میخوام لنزی که سفارش دادم بگیرم. مثلا الان اومدم من یه لنز اجاره کردم، یه لنزی که خب اکثر عکاسا باش آشنان، یه لنز 70-200 مال خودم شکسته متاسفانه تو همین برنامه قبلی و خب این حالا اومدم ازش اجاره کنم. قیمت تقریبا تو آلمان 2400-500 تا پولشه، ولی میبینید که من نه هیچی میدم، ایشون میزنه و میبینید الان یه برگه میدم، من امضا میکنم و کار سعید راحت تر میکنه. این لنز سعید بابا ادیتورمونه و کار ادیت انجام میده، از بچه بسیار خوب و خب دیگه الان خوشحاله که این دسته من مطمئنه. و ببینید دیگه ادامه ماجرایی که میاد، فقط یه کاغذ میاد و من یه امضا میکنم اینجا و همین. پولی هم امرام نیست، جیب خالی پوز عالی، هیچی توش نیست به خدا، باور کنید. تنسفیریم افتاد کف داستان. پولا رو بردی دبی خرج کردی نه؟ آره والا بچه جاتون خالی. یه چند روز رفتم 2-3 روز دبی بودم، هوای گرم و خفنم، مثل این قسمت امضا کنم بعد برگشت براتون میگم. Was habe ich? Okay. Ich muss nur unterschreiben. So. تمام داستان اینه. یه برگه امضا و تمام. Ich danke dir. Schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder am Montag, ne? Dankeschön. Wir sehen uns. Ciao. خاطر این
که اتوباناش سرراسته، مثلا 10 تا اتوبان نمیدونم با اسمای مختلف نداره. الان اتوبانا شماره داره، یعنی اتوبان شماره 3 اینو 3 رو که میگیری این مستقیم میره فرانکفورت. یا مثلا اتوبان 4 میتونی 4 رو بگیری بری به سمت دوسلدورف و اوبرهازن به سمت شمال. خیلی راحته تو رانندگی، واقعا اصلا احتیاج به نقشه هم نداره، با اینکه 1 میلیون اتوبان وجود داره توی آلمان. واقعا حالا داری اشتباه میری، برو اون بر اول داری میری 4 عزیزم. خوب شد بهش گفتم اینجا داشتیم میرسیم به دورایی داشت میرفت. خب منم خیلی وقتا این فرانکفورت رو زیاد، فرانکفورت اصلا مثل خونه هست، قبول داری؟ برای ما مثلا که کارمون اینه خیلی زیاد کارمون به فرانکفورت میخوره. من خیلی وقتا تو فرانکفورت بیشتر از تو کلن هستم. تو چی؟ تو از همه بیشتر. اون شبی که چهارشنبه سوری هست میتونیم برنامه عکس رو اینام داشته باشیم در کنارش، مثلا اگه کسایی خواستن عکس بگیرن ازشون عکس بگیریم. مشتریش حرف میزنه اگه اینجوری باشه که به من بگه آره میتونیم این کار کنیم. آره عزیزم، اتفاقا من میتونم بیارم حتما. حالا یا خودم عکس بگیرم، یکی دیگه فیلم بگیره، یا مثلا شهاب بیاد عکس بگیره من فیلم بگیرم، مرتضی فرق نمیکنه. ما تیممون که میدونی بزرگه و برای همه کارا بالاخره یه کسی داریم، هیچ وقت لنگ نمیمونیم خدا رو شکر. در ضمن یه چیز خیلی مهمه دیگه که یه دفعه یادم اومد بهتون بگم اینه که این لوگوتون رو خواهش میکنم عوض کنید، چون چیز خیلی مهمیه. من خیلی وقته که به خانمتون گفت داره به فکر هستیم و اینا برای اینکه کلاب جدید می‌خواستید بگیرید، ولی من فکر میکنم اینو هر جور شده از همین الان و زودتر این کارو بکنید، چون لوگو باید عوض شه دیگه. راستشو بخوای بارهای بار به تو گفتم و تکرار کردم، هنوزم من اونو به تکرار میکنم. آقا وقتی یه نفر یه بار امتحانشو پیش تو پس داد، بار دومی دیگه نباید وجود داشته باشه و تو این امتحانو بارها میکنی، تهش هم به حرف من میرسی و آخرش هم میگی راست گفتی. درسته یا نه؟ این اول به من بگو. درسته. پس ببین من نسبت به آدما یه دید دیگه دارم و تو یه دید دیگه، دیدامون با هم دیگه نسبت به آدمای مختلف متفاوت تره. تو یه مقداری احساسی تر برخورد میکنی، من یه مقداری فکر میکنم منطقی تر. آره من با آدما وقت زیاد میدم. من اصلا این کار زیاد نمیکنم. آره یه بار دو بار زیاد دادن اشتباه. تو وقت خودتو میگیری. مشکل اینه که تو وقت خودتو میگیری و یه سری آدمای مختلف میان این وسط و میان زرنگ بازی در میارن. این خوب نیست، اینو قبول کن. ببین آره دیگه دیدیم دیگه، نمونهشو داری به چشم دیدی دیگه. این نمونه به چشمشو دیدی که مثلا یکی رو ما خودمون آوردیم شب اول، همون شب اول من به تو گفتم چی؟ گفتم داداش این رد کار تیم ما نیست. درسته؟ رفت کجا؟ رفت جایی که خودمون بودیم، پشت سر ما یواشکی چاپلوسی نانازی رفت تو کار. درسته؟ الان فاز حضرت ابراهیم رو برداشتم. باور کن حضرت ابراهیم جایز خطاست. اوکی باش، انسان جایز خطاست. دوست دارم همین حرفات بعد از اینکه ویدیو استفاده بزنی. واقعا درست میگم، اشتباهه، من خودم اشتباه میکنم. پس حرفم درست بود یا نه؟ اینجا یه دونه چیز داره، یواش برو نشونش بدم. میاد میذارم وسط جاده، نگاه کنید یواشکی که از مردم عکس بگیره. این سفید دانازه، بعد پول جریمش میاد در خونه. بریم کافه مکدونالد بگیریم. آره بریم مک درایو کنیم. چیز خوب اشتباه میده یاره. اشتباه درست. آره مک درایو بستنی هم میتونیم بخوری. چی دوست داری از مکدونالد؟ از مکدونالد زیاد غذاهاش حال نمیکنم، هم بستنیشو اصلا. من فقط بستنیشو دوست دارم، اصلا غذاش افتضاحه.
حال میده. حالا الان میریم اینجا ببینیم چی داره. ببینیم چی داره. کافه‌شو نگاه کن پایین بابا. کافی نماز. ببینیم چی داره. قیمتش هم هست. بزنیم بستنی رو نزده. کجاست بستنی؟ اون گترینکه سالاد. کلامو نذارم دیگه حالا دیگه الان خیلی دیره. من میذارم گلاش. اوکی. تو چی میخوری؟ کافه؟ آخه به خاطر تو که الان خیلی خوبی. کافه میخوری؟ آره. بستنی هم میخورم. چی؟ یه کافه چی؟ از اینا بخوره نه خوشمزه. همونایی که تو برای تو خوراکی برامش بهت اطمینان داره. خوراکی. ببین الان یه دونه چیز میاد توش تیکای کوچولو شکلاتی و اونه بیسکویت و ایناست. خیلی کفکر است. کوکی دوگ خیلی خوشمزه است. کوکی دوگ. الو. های مومنت پیتر. میدونستم الان اینو میگه. نه چرا گفتم الو. چون اگه بخواد سفارش بگیره میگیره دیگه. آره. نظر چی من یه جهش کنم به سمت کلام؟ نه نمیخواد. خوبه اوکی. منم کلا بیارم. وایسا. الو گون تاگ. Hallo. Ein Kaffee bitte. Eine Kaffee? Kaffeecreme? Kaffeecreme. Mit Sahne und... Einen Moment. Kaffee, kleine groß bitte. Mittel bitte. Mittlere Kaffee. Mit Kaffeesahne? Ja bitte, mit Kaffeesahne und Zucker. Nur Kaffeesahne? Und Zucker. Und Zucker. Das war's? Und zweimal dieses Cookie Dough. Dieses Eis Neo. Diese Cookie Dough, Triple Schoko oder? Was steht im Foto? Ich sehe also eine Foto. Cookie Dough heißt das. Dieses Eis. Eis? Ja. McFlurry oder? Ja, McFlurry, richtig. داغون آلمانی داغون. Mit Topping Cookie Dough? Ja. Nur einmal? Zweimal. Also zweimal McFlurry mit Cookie. بابا دیوونمون کرد. یا بریم. Das war's, danke. Wir kommen vorne. داره حرف میزنه همچنان. خب چه داره حرف میزنه؟ یه رو اعصابم رو ازش تجاوز بزن. Hallo. Also zweimal McFlurry Cookie und einmal Kaffee. Ja, mit Karte bitte. Danke dir, ciao. حداقل یه رسیدی ازش میگرفتی. برای چی؟ باید که به این بدیم. نه رسید نمیگیری. میری بعدی. بده بره. بستنی گرفتم توش تیکای کوچولو بیسکویت و با یه تیکای هست مثل کاکائوتوره ولی شیکاکائوی یخزده تیکه تور. چه چیزی کرده ایه. خیلی بالا. الان میریم میزنیم بر بعدم که بشویم کرگردن. چرا؟ بستنی رو بده به من. Danke dir. کافه هم مونده. Hallo. کافی دارم. شون بده اون چیزایی که گفتم. Yes, beide. منم 2 Zucker, 1 Milch. کفش هم در آوردم کلام زیر اسبابه. Danke dir. Verstehe. Kannst du eine geben, nur? یه دونه دیگه اینا بگو بده. چیر؟ بدش نه بسته. چاو. بریم. بریم. بچه‌ها خالیه. بزنیم ببینیم چیه این. کره کشه. وایس نری ها باید اون دسته رو بیاری. تمام می‌کنم. رانندگی می‌کردیم. شام یه ماشین خفن دید. ببینید چی پیدا کردیم. رنو 5 چون خیلی چشم خوب کار کرد این رنو
فرانکفورت یکی از مهمترین شهرهای آلمان و قلب اقتصادی این کشور با جمعیتی حدود 790,000 نفر شهری است که گذشته و آینده را در کنار هم دارد. در بناهای تاریخی و کلیساهای قدیمی گرفته تا آسمان خراش‌های مدرن و مراکز مالی بزرگ، این شهر خانه بانک مرکزی اروپا و یکی از پر رفت آمدترین فرودگاه‌های دنیاست. فرانکفورت به عنوان بزرگترین شهر ایالت هسن و پنجمین شهر بزرگ آلمان شناخته می شود. فرقی نمی کند عاشق تاریخ باشی یا معماری مدرن، اینجا همیشه چیزی برای کشف کردن هست. یکی از نکات عجیب این بکستیج این سالن اینه که از توی یه پاساژ بعد بری توی پارکینگ خیلی بزرگ پارک کنی، بعد پیاده بری به سمت بکستیج. وقتی تونستم از این پارکینگ فرار کنم بیا بیرون، یه پاساژ خیلی بزرگ، گفتم از اینجا که بردم بیام دوباره از این گوشه برم از این پشت برم نشه. از اینجا باید بری به سمت بکستیج. چجور بودی پارکینگ یا بودی چقدر سخت میشه برای کردن. عجیب. یعنی فکر کنم نه تابلوی نه هیچی، این در ورودی بکستیجشه وسط این پارکینگ. یه آسانسور بزرگ برای جابجا کردن وسایل، ساند و لایت و بقیه وسایل کنسرت. یعنی سالن یه خورده گیج کننده بود تازه داشت کردیم در حقیقت. این کنسرت شروع داره میشه، ما قبل کنسرت اومدیم شاتایی که لازم بود برای کنسرت بگیریم که مردم الان اومدن برای ما شروع شده. آقای ارشدی عزیز از ایران چه بسیار با شخصیتی، چه جمعیت خوبی هم اومده. چه جمعیت خوبی اومده. آره جمعیت واقعا خیلی جمعیت خوبی. خیلی از یه نفر هم بپرسیم نظرش در راستای کنسرت چیه. ایشون یکی از قدیمیای فرانکفورت خفناشه، آقای هادی فعلی از بزرگای ما. آقا هادی چجوری نظر راجع به کنسرت چیه کلا؟ آرمان ارشدی بهترین شما که اجراش هم خیلی خوب خواهد بود 100%. و مرسی از شما. قربون شکل بود. شما خوش بگذره. فدایتون باشم. دیگر خیلی عالی باشه. ممنونم. همتون بگردم. بریم ان شاء الله. بریم برای موزه سالن باشه. تا همه جاشون رو پیدا کنن یه خورده زمان میبره، ولی خب ما میریم از اون پشت یواشی بریم. ببینید شد اگر پر به آسمان نمی زدن در هوای مسافر
عالی بود، خیلی عالی بود. از کنسرت عادل هم بهتر بود. شما شب خوبی داشتید. نظرتون در مورد کنسرت امشب چجوری بود؟ فوق‌العاده بود. یعنی واقعا عالی. من لحظه کنسرت فقط داشتم گریه می‌کردم به پهنای صورت. خوش گذشت پس. فوق‌العاده. دوستانی داریم به نام دوستانی که آقا شهاب کار نمی‌کنه. مثل همیشه من دارم جمع میکنم و آقا شهاب داشت فرار می‌کرد، گفتم لطف کن حداقل از این پایان کارمون هم یه فیلمی بگیر و دیگه دارم جمع میکنم. اینا همش هست و ایشون هم که داره فرار میکنه. صبر نداره. دروغ میگه. اون آقای سمت راستیه اسمش افشینه، تو کار سانده، خیلی هم بد اخلاقا. دیوش نکنه اینقدری ها. افشین داره دعوا میکنه با بچه‌هاش. اون کار ساند و لایت میکنه، یعنی کار صدا و تصویر کنه. خیلی بد اخلاقه. افشین رمز جدیت تو چیه؟ چجوری قبل جدی هستی؟ جواب نمیده. رفت. وسایلمون رو جمع کردیم و گذاشتیم و دیگه آقا شب خسته نباشید. شما هم میتونید و شبم تموم شد. اینم از امشب شبمون. این شبی که میگن چی؟ شب نیست. دیشبی مثل امشب نیست. هر شب مثل امشب نیست. امشب مثل دیشب. بگیریم. بعد از کنسرت بریم هتل. خسته نباشی. شب باحالی بود. درمونده نباشی. این هم شهری که توشیم فرانکفورت.